سلام دوستان، امیدوارم حالتون بسیار خوب باشه. به نام یار یگانه و یکتا با غزلی از جناب نسیمی در خدمتتون هستیم. میفرماید که ساقیا آمد به جوش از شوق لعلت جان ما، خضر مایی می بیار از چشمه حیوان ما. با لب لعلت به جان بستیم پیمان در ازل، با لب لعلت به جان پیمان بستیم در ازل، تا ابد پیمانه لعل تو و پیمان ما. درد بی درمان ما را چاره جز وصل تو نیست، ای وصالت چاره ساز درد بی درمان ما. برای همه اینطوریه، تمام ناراحتیانمون، نگرانیامون، چیزایی که میخوایم هیچ وقت هم پر نمیشه. کاسه چشم حریصان پر نشد. اینو میخوایم، وقتی داریمش بازم فایده نداره، یه چیز دیگه میخوایم، چون ما اینو میخوایم. درد بی درمان ما را چاره جز وصل تو نیست. درد ما اینه، میخوایم هیچ وقت هم درمان نمیشه. درد بی درمان ما را چاره جز وصل تو نیست، ای وصالت چاره ساز درد بی درمان ما. عاشقان را در دو عالم جان جانان خود تویی، کی بود غیر از تو جانی ای دل و جانان ما. در این دنیا و اون دنیا تویه، اون دنیام تو، این دنیام تو دنبالشی، چیز دیگه جاشو نمیگیره. روضه رضوان ما جز خطه کوی تو نیست، روضه رضوان ما جز خطه کوی تو نیست، خطه کوی تو نیست. روضه کو غیر از این ای روضه رضوان ما. خب روضه رضوان منظور بهشته، هیچ بهشتی جز خطه کوی تو نیست. روضه کو غیر از این ای روضه رضوان ما. چشم یعقوب از غم روی چو ماهت شد سفید، سر برآر از قعر چاه ای یوسف کنعان ما. اونقدر گریه کردیم دیگه، بیا. بر گل و ریحان نمیخواهم که اندازم نظر، اینقدرم قشنگن حاضر نیستم. بر گل و ریحان نمیخواهم که اندازم نظر، تا که باشد زلف و رخسارت گل و ریحان ما. اینه که ممکنه مثلا از لحاظ ظاهری به نظرتون بیاد هیچی نه، اینجا نیستن، آخه این یه گل و ریحان دیگه دارن. عاقبت خواهد ز ما دودی به روزن بر شدن، کی چنین پنهان بماند آتش سوزان ما. کشتی چون نوح اگر داری نخواهی غرق شد، گر بگیرد کوه و صحرا سر به سر طوفان ما. میدونیم کشتی نوح چیه؟ کشتی نوح که اگه سر به سر صحرا رو طوفان بگیره کاری نمیشی. این اون ولی خدا، در اون کشتی ولی خدا باشین این اتفاق میفته. جوهری نیکو شناسد قیمت در یتیم، جوهر شناس نیکو شناسد قیمت در یتیم. هم تو دانی قدر خود ای گوهر امان ما، امان ما. سوره زلف و رخت نور و دخان آمد ز حق، ای ز رحمان گشته منزل سوره ای در شأن ما. برای زلف و رخت سوره نور و دخان هست. یه بار این که سوره ها به اصطلاح چطوری ربط پیدا میکنن به اصطلاح احساس کردن خداوند. سوره میخونی چطوری؟ آیاتو میخونی به خدا، احساس میکنی خدا رو. یه بار صحبت کردیم. سوره زلف و رخت نور و دخان آمد ز حق، ای ز رحمان گشته منزل سوره ای در شأن ما.
مصحف روی تو میخوانیم از حق در ازل. قرآن روی تو رو میخوانیم. ای کلام ناطقین است آیت قرآن ما. خیلی جالب. باز به همین برمیگرده که شما ولی خدا داشته باشین، حرفی که بزنه کلام ناطقه، کلام ناطق خداونده. پیامبر میفرمایند من بین شما 2 چیز رو میذارم، یکی قرآن، یکی هم اطرتم، اون اولیاء الهی رو میذارم که از هم دیگه جدا نمیشه. عمر در سودای زلفت رفت و راه آخر نشد. آه از این سودای دور و راه بی پایان ما. شد به سر گردان نسیمی در هوایت چون فلک. فلک سرگردانه دیگه، چیزا میچرخنه، سیارات و ستارات نسبت به ما. ما همینطور شد به سر گردان، همون سرگردان شد نسیمی در هوایت چون فلک. ای اسیر بند زلفت جان سرگردان ما. خیلی زیبا و خیلی ممنون از شما و همچنین خیلی ممنون از جناب نسیمی که این همه لذت بردیم از سخنش. ممنون و متشکرم.